انسان موفق انسانی است که اولین ویژگیش اتصاله، کانکت شدن به نیروی بالا، به خداوند، به لطف خداوند. ما اینو میگیم، ما میگیم جاده موفقیت هیچ وقت سرراست نیست. جاده موفقیت یک پیچی داره به نام شکست، یه دور برگردونی داره به نام سردرگمی، یه سرعتگیری داره به نام دوستان، یه چراغ قرمزی داره به نام دشمنان، یک چراغ احتیاطی داره به نام خانواده، یه تابلو راهنمایی داره به نام هدایت الهی. توی این جاده یک ماشینی هست به نام اراده، یه راننده ای داره به نام عقلانیت، یه فرمونی داره به نام بصیرت، یک موتوری داره به نام جسارت، یه چرخی داره، چرخایی داره به نام تلاش. توی باک این ماشین یه سوختی هست به نام امید، یه مکمل سوختی هست به نام توکل، یه کمک فنری داره به نام انعطاف، مدارا، گذشت، همراهی. اینا رو به ما یاد ندادن. اگر اینها رو همون دوران دبستان به ما یاد میدادن، وضعیت امروز جامعه ما خیلی بهتر از این بود. اگر بخوای کسی رو 30% برنجونی، اول باید خودتو 70% برنجونی. دوم این که اگر کسی ازت درخواست کمک کرد بدون قبلا از خدا درخواست کمک کرده و خداوند آدرس تو رو بهش داده. سوم این که طولانی مدت از کسی متنفر نباش، چون این تنفر در تو تبدیل به نقطه ضعف تو میشه. پنجم این که اعتماد المثنا نداره، اگه از دست رفت دیگه رفت. ششم این که اینو خیلی باید به خاطر بسپاری، آدم ها، تقریبا همه آدم ها یادشون میره که براشون چه کار کردی، فقط یادشون میمونه که باهاشون چه کار کردی. نکته بعدی این که به خاطر بسپاریم آبجوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه تخم مرغ رو سفت میکنه. مهم نیست شرایط پیرامونی تو چیه، مهم اینه که تو در درون چی داری و در درون کی هستی. نکته بعدی این است که انسان ها به اندازه کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن. نکته بعدی این است که ما همه آدم ها اگر تابع این شعار باشیم، این جمله‌ای که مولا علی ابن ابی طالب میگه خیلی موفقه: دل بکن تا جون نکنی، دل بکن تا جون نکنی. خیلی سخته، خیلی. وقتی که مولا علی ابن ابی طالب میفرماد که یا دنیا غری غیری، برو غیر از علی رو فریب بده، دل بکن تا جون نکن. اگر این شعار ما باشه خیلی رهاییم، خیلی آزادیم. من در پایان 2-3 دعا میکنم و من و تو محمد عزیز با هم آمین بگیم. حتما باشه. پروردگارا به حق عزتت، پروردگارا به حق عزتت، اگر قرار است بسازیم قدرتمان و اگر قرار است بسوزیم طاقتمان عطا بفرما. الهیان پروردگارا به حق عزتت، به فکرمان منطق، به قلبمان آرامش، به روحمان پاکی، به وجودمان آزادی، به دستهایمان قدرت، به پاهایمان راستی، به گوشهایمان تشخیص، به چشمهایمان زلالی، به زبانمان حقیقت، به سینهمان وسعت، به ارزیابیمان انصاف، به زندگیمان عشق، به عشقمان تعهد و به تعهدمان صداقت عطا بفرما. الهی آمین. پروردگارا ما مسلمانیم، ما رسالتمان محمدی، ولایتمان علوی، اسمتمان فاطمی، سخاوتمان حسنی، عزتمان حسینی، غیرتمان عباسی،
صبر من زینبی، عبادت من سجادی، شریعت من باقری، مذهب من جعفری، بردباری من کاظمی، مهربانی من رضوی، بخشش من تقوی، زیارت من نقوی، نگاه من عسکری و امید من مهدوی است. پروردگارا به حق عزتت ظهور این گنجینه صلح و اصلاح و آرامش را تعجیل بفرما. اللهم اجل ولیک الفرج.